گنجی، به نظر شما ما نیروی انسانی کارآزموده برای حکمرانی داده در جهت هوش مصنوعی داریم؟ من فکر کنم نه، به اندازه کافی هنوز نداریم، چون ما الان یه خلایی بین صنعت و دانشگاه داریم که دانشگاه نیروهایی که تربیت میکنه خب بیشتر در راستای آکادمیک و چارت علمی خودش است، ولی نیازمندی صنعت واقعا نیازمندی متفاوت تری هست و این خلأ یه جورایی داره توی عملکرد سازمان ها، خروجی هایی که دارن و رودمپی که برای بلند مدت دارن خودشون نشون میده. به نظر من اولین مورد که میشه این بحث هوش مصنوعی رو داخل سازمان ها برد این هستش که بیایم این خلأ رو پر بکنیم، یعنی بیایم حالا مثل طرحهای کوآپی که الان دانشگاه دارن اجرا میکنن توی حوزه هوش مصنوعی هم اجرا بشه و دوستانی که دانشجوهایی که فارغ التحصیل میشن و حالا خیلی بک‌گراند آکادمیک دارن بیان داخل صنعت و یه دوره‌ای رو ببینن و یا برگردن. و بحث مهمترش هم حالا این هستش که خب جذابیت‌های لازم توی صنعت برای دانشجوها ایجاد بشه که خب دانشجوها از یه مقطعی بیان توی صنعت و حالا تجربیاتشون و دانششون داخل صنعت بیارن. برای ما نه در کشور ما بلکه در تمام دنیا ما با یک پدیده جدیدی مواجه هستیم به نام حکمرانی داده و هوش مصنوعی که میتونیم از داده به عنوان نفت قرن 21 اسم ببریم، به دلیل اینکه اینقدر داده ها ارزشمند شدند که میتوانند مدیریت حرفه‌ای و هوشمند رو در کشورها و در تمام سازمانها تنظیمگری کنند به نحوی که چه مسئولین کشور چه مسئولین تمام سازمان ها می توانند با یک حکمرانی صحیح داده و بهره برداری از فناوری های پیشرفته مثل هوش مصنوعی خدمات بسیار مطلوب با کیفیتی رو با کمترین هزینه ها بدون آزمایش و خطا به مردم کشورشون ارائه بدن. بر همین اساس در جمهوری اسلامی ایران همین مسئله در دستور کار قرار گرفته و امروز افتخار این رو داریم که دانشگاه تهران که یکی از معتبرترین دانشگاه علمی کشور هست اولین کنفرانس علمی حکمرانی داده و هوش مصنوعی رو داره میزبانی میکنه و ما به عنوان پلیس جمهوری اسلامی ایران با تایید و دستور فرمانده محترم کل انتظامی با کارشناسامون در این کنفرانس شرکت کردیم تا علمی‌تر، استانداردتر و بیشتر و بهتر مسئله رو درک کنیم تا بتوانیم در فراجای این موضوع رو به خوبی پیاده سازی کنیم. کشورهایی که از قوانین حکمرانی داده استفاده کردن رو بفرمایید از چه الگویی پیروی میکنن؟ ببینید خیلی از کشورها الان در این سالهای اخیر قوانین متعددی رو در حوزه حکمرانی داده تصویب کردن و به اجرا گذاشتن. یکی از نمونه‌های خیلی مهم و در واقع فراگیرش در دنیا اتحادیه اروپا هستش که قوانین GDPR رو تصویب کرده و در قوانین GDPR مقررات خیلی سختگیرانه‌ای رو برای استفاده از داده، مدیریت داده، حقوق افراد در حوزه داده و حفظ حریم شخصی افراد، داده‌های شخصی افراد وضع کردند و جریمه‌های بسیار سنگینی رو برای شرکت‌هایی که از اینا تخلف بکنن در نظر گرفتن. در همین چند ماه پیش مجددا اتحادیه اروپا قوانین دیگری رو برای حوزه هوش مصنوعی وضع کرده و مقررات سختگیرانه‌ای رو گذاشته که چطور شرکت‌ها، دولت‌ها و بخش‌های مختلف از داده‌های مردم، از داده‌های عمومی میتونن استفاده بکنن در توسعه سیستم‌های هوش مصنوعیشون. همین اتفاق در آمریکا، در خیلی کشورهای دیگه افتاده. اخیراً ترکیه برنامه جامعی رو در حکمرانی داده به تصویب رسونده و داره اجرا می‌کنه. برنامه با مشارکت سازمان ملل تهیه شده و خیلی کشورهای دیگه مثل عربستان، مثل قطر، از کشورهای نزدیک به ما